درود عزیزان، ارزوی سویف هستم. برنامه نوبتی نگفته ها را از تالار مبل الفیمو واقع در شهر دوشنبه کوچه بخارا 3234 تقدیم شما میگردانیم. برخی از شناس های من گاه میپرسند بابور اویله‌دار شد، بابور اویله‌دار شد، بابور اویله‌دار شد. من میگویم که تا جای میدونم نه. میگویند که چرا تقریبا 30 ساله شده است و تا حال زن نگرفته است. واقعا من با بابور هیچ وقت صحبتی انجام نداده بودم. امروز بابور رجبوف مهمان ما است. درود میگوییم، خوش آمدید. من سلامی همه تماشابین ها را به شما میرسانم. زنده باشین دوستان عزیز، مخلصان مهربان. و فرصت فرا رسید که امروز تشکر زیاد برکه ارز جان که به این برنامه خیلی جدید ناگفته ها دعوت کردن. زنده باشین اکا جان. بابور جان، اکنون من همون سوالی که دائما ورد زبانی همگان است، چرا تقریبا 30 ساله شدید؟ 29 یا 30 ساله؟ 28 نه؟ چرا تا حال اویله برپا نکردید؟ و چون من میدونم که در اویله های سنتی مردمی تاجیک بچه که 22-23 ساله شد در حال در پای اویله دار کردن بچه میشوند. این سوال ها اکا جان بسیار در همین سایت های اجتماعی در توی مرکا و حق و همسایه ها بسیار میپرسن و بعضیشون میگن که این بابور صنعتکاره، یعنی صنعتکارا با چی نام و تستر مشهور میشن که زنک باز میگن، دختر باز میگن. دختر باز. بله. برای همین بگذار فرصت روزی توی هم فرا میرسد، خدا خواسته باشد. البته به اشتراکی شما. زیری چشم کردید یگان دختری زیبا رو؟ تا حاضر نکرده بودم اکا جان، که بعد سبب همین دیر اویله‌دار شدن من اکا جان همینه که من از بسیار جوانای میبینم حاضر در تاجیکستان یک مسئله وزبین نشد جدا شوی همین اویله ها. بسیار من اهمیت میتیم اکا جان، نگاه میکنم اویله های جوان بسیار جدا میشوند. من بسیار افسوس میخورم که همون جوان ها هدها نشیده اقلا دیرتر زن گیرن و با کم ترکم باشه معنی زندگی را، یا که دستیار پدر و مادر شدن اویله دار شوند. انشالله امیدوارم که زندگی خوب برپا میکنن. یعنی سبب دیر اویله دار شدن شما نیز همین است؟ یکی از سبب ها؟ بله بله اکا جان. میخوام اول امی در زندگی دعاگوی من تنها فقط مادر دارم اکا جان. پدری من خدا رحمت و مغفرت کنه سال 2014 بود بندگی کردن. در اویله شما چند نفرید بابور جان؟ ما 7 فرزندیم اکا جان. 7 فرزند. 2 پسر 5 دختر. از اهل خانواده و خویشان و پیوندان یگان نفر صنعتکار؟ بله بله اکا جان. در اپای من در انسامبل جهان‌نورا، انسامبل رقصیده کار و فعالیت میکردن و علاچه فرهنگ هم شدن. سال 2010 بود یا 11 بود در کاخ جامی وقتی سرودای شادروان استاد عبدالله سلطان میسراییدم، سرودی یغنابی. شما هم در اونجا حضور داشتین؟ میدونم. همجا اپام در پیشم رقص کردگی بودن. حضور چی نظیره چی حال دارند حضور؟ خوشبختانه صاحب شوهر، عائله سالم و 2 گل دخترک نازنین دارد. کار نمیکنند؟ نه. بابور، یک زمان شما با لیلا نام سراینده کشوری با ما همسایه ازبکستان یک بدیهه سراییدید با نام لیلی و مجنون. این تصمیم از جانب کی گرفته شد؟ ترانه خیلی ترانه جالب بود. فستیوال بین المللی بین 6 دولت باید گذرانده میشد. من با مهمان همچون مهمان برنامه تکلیف کردن. ما از بس که دکمنت ها حجت ها کمترک تیار نبودن دیرتر کردیم و فستیوال رفتن نتونستم. وقتی همون حجت ها را
گفتی گپا که همون قزقی گپ ده همی که وقتی حجت رو ما تفتیش کرده قفای همین پاسپورت و همین چیزو دو داشتیم استاد دانا بهرام که در کالج احمد بابا قلوف با ما درس میدادن ما با اون کس در پاسپورت نیستا واخوری کردیم مرا دیدن شناختن هم خیلی صحبت کردیم سرودی ما گفتم استاد جان من سفر دارم به شهر تاشکند میخوام همکاری بین دو دولت زیادتر شود کم باشد حصه یک نطق کاری ما نگذاریم در همین ساحه صنعت بین دوستی دو دولت تاجیک و ازبک این سرود تقریبا با گفتی استاد سالهای 1982 83 سال سرایده بود همین پیشنهاد کردم با پیشنهاد استاد دانا بهرام سفر کردیم دو استاد گرفته رفتیم ایسون خوشبختانه که به سر بلند برگشتیم به وطن و با این دختر شما شناسایی داشتید؟ نه با لیلا؟ نه لیلا بونیا من پیش یک 10 سال پیش میشناختم اکا جان لیکی هم صحبت نشدگی بودیم در افیر دیدم یعنی با اینترنت صحبت میکردید؟ نه صحبت هم نمیکردیم اکا جان یک 10 سال پیش تقریبا همی دیده بودم که در تاشکند هم خیلی سراینده هست دیده وای کرده بودم که گفتم انشاءالله خدا خواسته باشد با همه خیلی صنعتکارای خوب همکاری داشته باشیم. چگونه لیلا رو پیدا کردید شما؟ به تاشکند رفتید جستجو کردید یا اینکه؟ نه لیلا خودش علاقه داره برآمده کجا. خود لیلا قطعی در صفحه اینستاگرام بسیاری سراینده های ازبکستان میخواند که ترانه های فارسی بسرایند. بله یک سرود فارسی خواندگی بود. لیلا هم اگر اصل نسب هم ریشه شکویم تاجیک است. لیلا شوهر دارد؟ نه شوهر نکرده. لیلا شوهر ندارد؟ ببرزن ندارد؟ بله برای همین اکجان رفت شاید لیلی و مجنون سرود با لیلی و مجنون واقعی زندگی تبدیل بیابند. بعد رفتیم من یک سرود لیلا گوش کردم اکجان هم پیش از سفر سرود دانا دانا تاجیکی فارسی بسیار با درجه عالی سرایدگی بود اکجان. من این سرود حتی منتظر بودم که پریمیرش کی میبروه من تماشا کنم گوش کنم گفته و خوشبختانه وقتی به تاشکند رسیدیم با دعوت لیلا هم گفت که کدوم دانا دانا یلدوز خون و دانا دانا برداننگ بالای؟ نه دیگه این فارسی هست. فارسی تاجیکی. بعد لیلا قطعی هم صحبت شدیم که گفت بیایید گفت هر دومان یک جای یک سرود وای کنیم. راستی با کمک یک چند برادر رو قطعی چند سرود پیشنهاد کردیم که نشده کجان و یا نشدن همی با مصلحت استاد دانا بهرام لیلی و مجنون گرفتیم. در وقت پاندمی شما درباره با کرونا ویروس گرفتار شدنتون بسیار معلومات دادید توسط اینترنت. بله اکجان. یکی از اولین نفرانی بودید که در این باره آشکارا حرف زدید در اون شب و روز. مثلا بسیاری ها میگفتند که کرونا ویروس نشدیم بسیاری ها پنهان می داشتند. یعنی این مریضی بود که انسان ها حتی اقرار نمی شدند که با کرونا ویروس گرفتار شدند، ولی شما در اینترنت آشکارا در این باره گفتید. بله اکجان. ما بسیار خودم یک بچه جسورم اکجان هر چیز نمیترسم راستی بغیر از پروردگار دیگه یگان مخلوق جای ترس و هراس ندارم. نه که همین بیماری کرونا ویروس در وقت دیدن یک سبت برآوردم و من هم اینترویوی شما رو یعنی اینترویوی صوتی آوازی شما رو گرفته بودم اگر یادتون باشه. بله زنده باشه اکجان. هزار رحمت که شما سبب شدن که همین چیزا برای چینل خبرکش. بله خبرکش بسیار در یوتیوب حتی در مسکو یک شناس داشتم در همون شب روزای یک غمگینی یک سیاهی لغت کرده بودم. مدرتون خیلی دشوار گذرانده کسلی؟ بله اکجان. گپ در این که بسیار یک خیلی جوان مردا گفتن حتی کامنتر می نویسن که بچه هم گریه میکنه مردک هم گریه میکنه. بله من در همجا یک بچه هم خیلی نویس من گفتم که مردک گریه نمیکنه مردک با قلب گریه میکنه نه که وقتی که مادر در حالت میبینه چه گریه نمیکنه. درست. اصلا گریه کردن این معنی مرد بودن و مرد نبودن رو نداره. یا خیلی کم فهمانه کجا. و جسورترین مرد پرقوتترین مرد حتی در مصیبتی از دست دادن مادر در مصیبتی از دست دادن یک عزیز یک نفر میتواند اشک بریزد. اشک مقرر نمی کند مثلا مرد و نامرد را.
میدونید خوب است وقتی که اشک از چشم میریزد دهشت انگیز و وحشتبار آن است که اشک نمیریزد. یعنی این معنای آن رو دارد که قلب ها تا آن حد سنگی میشوند که دیگر ما در لابلای مصیبت همدیگر اشک ریخته نمیتوانیم. اشک ریزی خوب است و نریختن اشک این بد است. نریختن اشک معنای آن رو دارد که قلب ها سنگی شده اند و هیچ حسیات نجیب انسانی دیگر در داخل آن قلب ها نیست. یعنی میگویند که از سنگ صدا میبراید و از تو نه، همین رو گفتنیم. و از اشک ریختن نهراسید، شرم ندارید، خجالت نکشید. آنچه که دلتون میخواهد زندگی بکنید. این زندگی شما است، زندگی کسی دیگر نیست. بله اکا جان. یکی بعضی انسان‌های پیدا میشن که اکا جان فهمش کافی ندارن در این باره. وقتی در شما گریه کرده بودید برای مادرت؟ بله بله میدونم. برای مخلصانی که در فیسبوک و اینستاگرام بسیار همین رولیکی که من برآوردم بسیار مشهور شده که جان. بله. مادر حالا چگونه است؟ مادر الحمدلله شکر خدا خوب است. شکرانه ما درود میگوییم به مادر بابور. بسیار پسری هوشمند با تربیت دارید شما. احسن بر شما. برای بسیار من افسوس میخورم که در حالت ما بیمار بودم. خیلی شکرانه الله که برادر داشتم در قوتم ایستاده هم من نگاه. عظیم جان مریض نشد؟ شدن و آسانی گذشت. و یا شدن اکا جان ما بردیم در عین رمضان همه در حالت افطار کنی، همه مثال در یک نشست می نشینن، ما میریم و پلیکلینیکا بیگانی برده و یا اوکال کرده نگاه کردیم اکا جان، توبت کردیم بعد دو روزه و یا به خود آمدم. عظیم جان قرائتگر کتاب مقدس قرآن است که شما قاری عظیم جان گفتید. بله بله. قاری قرائتگر. بله. الحمدلله شکر خدا که هم خیلی برادر دارم. انشالله در آینده هم امید دارم که سری ما را خم نمیکنه و ما هم سری عظیم جان هم نمیخوایم خم کنیم. عظیم جان اویله دار است؟ نه نشد اویله بسیار پرسیده جان گفت نیست. همین من یک چی همین اوچه هم میپرسنده همین مادر من میگن که خیلی بچه جان یکم کس در نظر داری. مثال من میگم اول رفتم مادر شدیدن در کار میخوام خوشتامن نزد غلط مکه جان. شما با این کارتون میدونید عظیم جان رو شاید به خشم میارید. عظیم جان منتظر است که کی این اکای من زن میگیرد، کی این اکای من زن میگیرد. بایرق زنگیری عظیم جان دارم خیلی داده مکه. بایرق عظیم جان. بایرق در دست عظیم جان است. من زید نیستم برادر و جگر است اکا جان. برای من دیگه پدر اومده، یک برادر دیگه برای من به دنیا آورده نمیتونن. برای چی که میگن پدر یک شاه هست اکا جان. بله. و اینجا گفتید که میخواهید خانواده دختردار رو بدونید که کی است. بله برای میگم برادر میوه روی زمین است اکا جان. دادرم من حتی به دادرم پیشنهاد کردم و برادرم عظیم جان که گفتم میخواهی پیش ما اویله دار شوی. من میخوام خوشتامنم انسان ناز باشد. وقتی خوشتامن میگن و همچنین چرا شما مثلا میخواهید که خوشتامن خوب رو انتخاب کنید؟ شاید در تجربه زندگی از زندگی دیگر نفران دیدید، مشاهده کردید که خوشتامن ها بد جهلند و شما به قراری آمدید که باید خوشتامن شما مهربان باشد. بله بله اکا جان. خوشتامن های بد جهل رو زیاد دیدید. حتی شاهد بسیار واقعی ناگوار شدگی. چی مثلا بیاید یک تاش رو مثال میاریم. خیلی وقتی انسان یک دختره از خونه پدر به خونه شوهر گسیل میکنند بعد نه این حرفهای عمومی نه، مثال مشخص. شما گفتید که خیلی زیاد دیدید که خوشتامن‌ها اونقدر خوب نبودند. مثلا کی یگان مثال مشخص بیاره؟ ما شکرانه خدا دو تا اپم اکا جان وای کردیم با ابروی محمدی شوهر بردیم. انا یک تا خواهرچم برای همین با دو تا دیگه خواهر من انشالله ویا امید دارم که میخونن. یک تاش انشالله در نه مثال مخصوص در مسئله خوشتامن ها نآوردید. مسئله مخصوص که جان در برای خوشتامن مثال مخصوص میزنم که همین خوشتامن همچون باید داماد رنگ پسر بینه. نه باز شما حرفای عمومی میزنید. من گفتم که
شاید دیدید در یگانجا که خوشدامنها بد جهل بودند شما گفتید که بله دیدم و من گفتم که مثال خاص بیارید مثال مخصوص من نمیخوام که ایمینای هوای گپ زنم که نمیخوام راستی نه که من همین قشنگ میگم که من همین میدونم و شاهد همون حال شدم که خوشدامن هست که کلی نمیزند کجام شما دیدید دیدم بله حتی میزند بله میزند با چی با مشت یا با خیمچه یا با یگون با مشت کلتک با شپلاق بله با پوچه من دیدم خیلی خوشدامنهای چون دیدید این از خشان و پیوندان شما یا این که از شناس ها گپ نیست هم ای خیش تاور هم ای شناس ها کجام من بسیارتر ای اوله بیگانه هایم میبینم من نمیدونم برای چی که بسیاری ها برای قطعی من بسیار میزنن دختر رو میزنن بله برای همین من گفتستم که التماس کدامی که کلین گرفتنی های انا فکر نکنه که دختر یک کسی همچون خدمتگار خود مثلا شما دیدید که خوشدامن کلین رو زد بله کجام اما این معنای آن رو ندارد که در همه جا همین گونه برخورد میکنند با کلین ها و حالان که شما مادر مهربانی دارید الحمدلله یعنی اگر شما دختر رو انتخاب کنید هیچ وقت من مطمئنم که مادر شما حتی حرفی بلند نمیزند مادر شما خیلی زنی مهربان است اما این هراس در باطن شما از کجاست این ترس من میخوام هر مادری هر خوشدامنی با مادری ما باشه اولان گلستان میشه خدا صفی هم خیلی مادرای زیاد کنه و دخترای حاضره دم میگم مراجعت میکنم که در آینده حالا بعضی خوشدامنهای سختگیر شما رو بد میبینند حتی ای دست خوشدامن ظالم باد گپ دمی خوشدامن بیا یک رولتون است که کجام مکرون رولتون زن و شوهر و دو کودک خوردگی یک تا رولتون که یک سامان میایستد دمی عصر 21 در شهر تاجیکستان بابور شما خشم خوشدامنها رو بیدار میکنید بگذارم بازم احترامانه خواهش میکنم زنها اکنون بعد میگویند که بابور خوشدامنها رو اینقدر بد میبیند شاید دخترهایشون نه من هم اینو نارین اکا جان من مادرای بسیار حرمت میکنم برای چی که انا میگه خدای در زمین من مادری من بله بعد از خداوند پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سوال دادن که بعد از خداوند به یکم مخلوق سجده کردن درست است پیغمبر خدا گفتن هر آینه اگر درست می بود اجازت می دادم زنها به شوهراشون اطاعت کنند سجده کنند مردا به مادرها مادر تاج سر است آخی زن باید در کف دست برداری مادر در بالای سر کجا بالای سر و روی دست شرط نیست مهم آن است که انسانوار در کنار آنها باشیم انسانوار با آنها رفتار کنیم انسانوار دوستشان بداریم اصلا من درک نمی کنم کاری بعضی نفران را که سر در پای مادر میگذارند و با یک دستی دیگر سلفی میکنند و بعد این عکس را رسانه‌ای میکنند در اینستاگرام و فیسبوک و در دیگر جایها تا مردم ببینند که چقدر آنها مادر خود را احترام میکنند یعنی این نمایشکارانه نشان دادن این همه چیزهای مقدس فکر میکنم که آنقدر خوب نیست از نگاه من به نظر من باید صدقاً دوست بدارند و احترام کنند و احتیاجات آنها را برآورده کنند این است مهمتر و من میخواهم که از موضوع خوشدامنهای ظالم از موضوع کلین ها و خوشدامن ها و داماد ها و این چیزها بیرون تر برویم بله اکرام بهترین کار میشه و درباره نقشه های ایجادی شما حرف بزنیم که چی نقشه دارید نقشه های ایجادی اکجان آزیرج ده لیکن مخفی اکجان که هم قشنگ میزنم که انشالله به زودی خدا خواسته باشد به پای قدم بهار نازنین خدا خواسته باشد با یک گل دختره که زیبای کشور ما یک سرود دویت پیشکش میگرد دویت انشالله با دیها با کی یک دختره که زیبایی که همیشه در مشهور است نامدار است بله بله
машҳур номдор аст, мутаассифона гуфта наметонем акаҷон. мехоҳед ки як сюрпрайзи ногаҳонӣ кунед. Бале, ҷолиб. суруд чӣ гуна аст? суруд иншоалло ҳозир дар айни оҳангсози суруд ки аст? оҳангсозаш ҳоли оҳанг шояд анеқ накардем. шеърро ки навиштааст? шеърро иншоалло худо хоҳад шояд Орзуи Исоев бошад. сипос бо ҷону дил. ва ин духтар аз духтарҳои тоҷик аст ё ин ки тоҷик акаҷон. қаблан шиносоӣ доштед? ҳамкорӣ доштед қаблан? Не, надоштед. яъне ҳамкорӣ надоштем. иншоалло ҳамин сол худо хоста бошад ҳамкоримон шояд зид шавад. ки машҳуртар аст, шумо ё он духтар? хонуми зебо. хонуми зебо? бале. маҳбуби дилҳо ҳастанд иншоалло. маҳбуби дилҳо. кадом таронаҳояшон бештар машҳур аст дар фазои ютуб? сер тамошобинтар? аслан аз миёни таронаҳояшон таронаҳои дар бораи тамоми минтақаҳои тоҷикистон хондагӣ ҳастанд. фирӯза ҳафизова? дигар хеле иншоалло худо хоҳад. фирӯза ҳафизова? фирӯза ҳафизова? маълум мешавад. ман ба шумо сипос мегӯям, хуш омадед ба барномаи мо ва дар ниҳоят бо ҳамин як сатр барномаи имрӯзаро ба анҷом мерасонам ки мавлоно фармудааст биё то қадри ҳамдигар бидонем. хайр.